رفتم تهران خونه صدرا، به پاش افتادم. خواستم منو ببخشه و نفرینشو پس بگیره. اما حق با پسرمون بود. دنیا جای عجیبیه. چوب خدا صدا نداره. ولی برای من که بد جوری صدا داشت. سلام، شیرین هستم، راوی کانال داستان شب با شیرین. اگر شما هم دوست دارید داستان زندگیتون رو با من در میون بگذارید، به آیدی تلگرام من پیام بدین. در ادامه اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بگذارید. از اینکه تا انتهای داستان منو همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. پسرمون بود. از 18 سالگی به من علاقه داشت. من از اینکه یه نفر منو دوست داشت به خودم مینازیدم و پیش همه پوز میدادم. من 9 ماهی از اون کوچیک‌تر بودم. پسر خیلی خوبی بود. مهمتر این که خیلی پاک بود و با هیچ دختری رابطه نداشت. من خیلی اذیتش میکردم و واسش خیلی ناز میکردم. بعضی اما بدک نبود. تقریبا مثل خودمون بودن. بزرگترها دیگه تقریبا مطمئن بودن که من و صدرا مال هم هستیم، اما من نه. تا اینکه من متوجه شدم سرطان دارم، اما خوشبختانه از نوع خوشخیم بود. نگران بودم که از چشمش افتاده باشم، اما اون همچنان بهم علاقه داشت و نسبت به علاقش پایبند بود. با خودم عهد کردم که اگه خوب شدم باهاش ازدواج کنم، چون میترسیدم با این بیماری دیگه کسی سراغی از من نگیره. اما بعد از 1.5 سال شیمی درمانی من کاملا خوب شدم و باز واسش شروع کردم به ناز کردن. احساس میکردم اون لیاقت منو نداره و کم کم بهش گیر میدادم. بعد کنکور برای من یه خواستگار خیلی خیلی پولدار اومد. اسم پسر بهنام بود. سواد آنچنانی نداشت و قیافش هم از صدرا یعنی پسرعموم زشت‌تر بود، اما پولدار بودم. با اصرار خانواده و رضایت کامل خودم قبول کردم، بدون اینکه به صدرا فکر کنم یا چیزی بهشون بگم. صدرا بعد از اینکه این موضوع رو فهمید در خونمون اومد. چنان قشقرقی به پا کرد که نگو و نپرس. بهم گفت که دنیا همیشه اینجوری نمیمونه، اما من مطمئن بودم که با بهنام خیلی خوشبخت میشم و واقعا هم حق با اون بود. من به همه خواستگارای پولدارم مینازیدم. 1-2 ماه بعد نتایج کنکور اومد که اولین شکست رو خوردم. صدرا رتبه تک رقمی منطقه 2 شده بود، ولی من رتبه 25,000. یه لحظه پیشش احساس حقارت کردم، اما باز پول رو بهتر میدیدم. من توی شهر خودمون یه رشته شبانه قبول شدم، اما صدرا تهران قبول شد و این دومین شکست من بود. بعد از 2 ماه من و بهنام با هم عروسی کردیم. صدرا تو مراسم ما شرکت نکرد. نمیدونم چرا، اما عمو و زرعمو از اینکه من به صدرا جواب منفی دادم خیلی خوشحال بودم. بعد عروسی من و بهنام سر خونه زندگیمون رفتیم. صدرا همچنان تهران در حال درس خوندن بود و ظاهرا اونجا کلاس خصوصی هم تو بالا شهر تهران برداشته بود و ظرف چند مدت وضعیتش توپ شده بود. با ماشین سانتافی میومد شهرستان و یه خونه خیلی شیک توی نیاوران تهران رهن کرده بود. اما این بار من که آرزو داشتم دانشگاه برم و بهنام موقع خواستگاری قول داده بود که مشکلی با این موضوع نداره، بعد ازدواج وقت خیلی زود باردار شدم اجازه نداد دانشگاه برم. من از اینکه باردار شده بودم واقعا ناراحت بودم، چون دوست نداشتم تا 5-6 سال دیگه بچه دار بشم. اما بهنام بچه میخواست. 4 ماهی از حاملگی من میگذشت که توی دعوای سخت با بهنام کتک کاری کردیم و حسابی ازش کتک خوردم. بعد اون با لگد به شکمم زد و بچه‌م سفت شد. کم کم رفتار بهنام با من عوض شده بود. با هم خیلی بد رفتاری میکرد. انگار فقط واسه اینکه نیاز جنسیشو برطرف کنه با من ازدواج کرده بود و من به درد حال کردنش میخوردم. چند سال باهاش ساختم. بهنام با اینکه پولدار بود اما اصلا پول خرج نمیکرد. به من پول نمیداد. وقتی که دختر خونه بودم تقریبا هر ماه یه مانتو و لباس نو میخریدم. اما 1 سال خورده‌ای بود که بهنام بهم پول نمیداد مانتو و لباس بخرم. بالاخره خبر نامزدی صدرا با یه دختر تهرانی به گوشم رسید. باور کنی بار اول از هوش رفتم. اسم دختره یگانه بود. بچه فرشته تهران. خیلی پولدار بودن و ظاهرا از شاگردای صدرا بود. عاشق همدیگه شده بودن و تصمیم گرفته بودن با هم ازدواج کنن. من 2 سالی بود صدرا رو ندیده بودم. قرار بود با نامزدش و خانواده‌اش بیان شهرستان خونه عمو. بی‌صبرانه منتظر دیدن یگانه بودم. تا اینکه اومدن همگی رفتیم خونه عمو. یگانه خیلی خوشگل و خوش صدا بود، مهربون و خوش‌هیکل. خلاصه همه چی تموم. داشتم دیوونه می‌شدم. کنار صدرا چقدر به هم میومدن. صدرا هم خیلی از قبل خوش‌تیپ‌تر شده بود. وقتی با بهنام به هم دست می‌دادن تفاوت چهره دوتاشون داد می‌زد و جذابیت صدرا رو بیشتر نشون میداد.
عروسیشون رو توی تالار شیک توی شمال تهران گرفتن. جشنی که من آرزوشو داشتم. اما عروسی من توی تالار معمولی توی شهرستان بود. صدرا و یگانه معسلشون رو رفتن اروپا. من بعد از شنیدن این خبر کلی گریه کردم. آرزوم بود زندگیشون از هم بپاشه. خیلی بهشون حسودی می‌کردم. بعد از 3 سال صدرا همه رو به تهران دعوت کرد. همه رفتیم خونه‌شون. صدرا عین پروانه دور یگانه میگشت. همش بهش کمک میکرد. موقعی هم که به خونه میومد واسهش یه شاخه گل میخرید. اما بهنام حتی یه شاخه گل هم تا حالا واسه من نخریده بود. صدرا یه حساب شخصی واسه یگانه باز کرده بود و کلی پول به حسابش میریخت تا هر چی که دوست داره واسه خودش بخره. واسهش یه ماشین آزرا هم خریده بود، در حالی که بهنام اجازه نمیداد من حتی گواهینامه بگیرم. یادم مادرم از یگانه پرسید که تو زندگیش خوشبخته. یگانه هم قسم خورد که خوشبخت‌ترین زن دنیاست و صدرا حتی یه دود بلند هم سرش نکشیده. من که داشتم از حسودی میمردم تصمیم گرفتم یه جورایی میونه‌شون رو شکراب کنم. واسه همین به یگانه یه جورایی رسوندم که صدرا قبلا عاشق من بوده. با خودم گفتم احتمالاً یگانه خبر نداشته باشه. اما اون یه لبخندی زد و گفت صدرا قبلا بهم گفته، اما به غیر تو 2 نفر دیگر رو هم دوست داشته. بعد اسم اون 2 نفر رو هم گفت. ازش پرسیدم که چجوری با مردی که چند بار عاشق شده زندگی میکنی؟ گفت پسرها تو سن بلوغ چند بار عاشق میشن که هیچ کدومشون واقعی نیستن. اونا دچار خلأ روحی میشن. ممکنه به هر دختری دل ببندن، اما زود این دلبستگی از بین میره. دلم میخواست خفش کنم. شب بعد تولد یگانه بود. صدرا چنان جشنی براش گرفت که من رفتم توی توالت و کلی گریه کردم. همش به خودم فحش میدادم که چرا زن صدرا نشدم. خلاصه ما برگشتیم شهرستان. رابطه من و بهنام دیگه چنگی به دل نمیزد. چند ماه گذشته بود که بهنام دستگیر شد به جرم تجاوز به یه دختر 15 ساله. بهنام عیاش با چند تا از دوستاش مخ دخترای جوان رو میزدن. میکشیدنشون توی خونه‌های خالی بهشون تجاوز میکردن. با این خبر آبروم توی کل فامیل رفت. پدرم طلاقم رو از بهنام گرفت. من شده بودم یه زن بیوه و هیچی ندار که هیچ امیدی به زندگی نداشتم. همش به صدرا فکر میکردم. همش به خودم بد و بیراه میگفتم. آرزوم بود برگردم عقب. دیگه باورم شده بود صدرا منو نفرین کرده. رفتم تهران خونه صدرا. از دیدن من خیلی تعجب کردن. از طلاق من خبر نداشتن. به پای صدرا افتادم. ازش خواستم نفرینشو پس بگیره. اما صدرا جون یگانه رو قسم خورد که همون شب عروسی منو بخشیده و برام آرزوی خوشبختی کرده. فهمیدم که چوب خدا رو خوردم و من که روزی مغرور بودم و فکر میکردم صدرا خیلی حقیره، حالا من اینقدر پیشش حقیر شده بودم که نگو. واقعا حق با صدرا بود. دنیا همیشه یه جور نمیمونه و جای خیلی عجیبیه. اگر داستان رو دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از داستان‌های بعدی ما زودتر از بقیه مطلع بشین. از اینکه تا انتهای داستان همراه من بودید از شما سپاسگزارم.